سلام. امروز اومدیم راجع به دو تا بازیکنی که آرسنال مد نظرش داره، دو تا مهاجمی که خیلی احتیاج داره صحبت کنیم. بشینیم راجع به خصوصیات این دو تا بازیکن یه نقد و بررسی انجام بدیم، ببینیم که کدوم بازیکن بهتر و بیشتر به درد آرسنال می‌خوره. قبل از اینکه بریم بررسی رو انجام بدیم ممنون میشم لایک و کامنت بذارین و حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین که اخبار و حواشی این بازی‌ها و بازیکن‌ها و نقل و انتقالاتی که پیش رو هستش رو ببینین و آرسنالی هستین که دیگه سابسکرایب رو بزنین دیگه. مرسی که همراهی میکنین. بریم سراغ دو تا بازیکنی که قراره راجعشون صحبت کنیم. خب یکی از بازیکن‌ها گیوکرش هستش که 26 سال داره و اهل کشور سوئد هستش و یه بازیکنیه که پتانسیل هالند داره، یه بازیکن قوی، تنومند، هیکلیه و یه جورایی میتونه این هالند واسه آرسنال بازی کنه. از نظر قدرت بدنی و این سیستمی که داره به نظر من گزینه خیلی مناسبیه، ولی از اون یکی از چیزاشو بگیم که اینکه 26 سال داره ولی اوکی به نظر من بازیکن خوبیه. یه دو سه فصل واسه آرسنال بازیکن گلزنی کنه میتونه خودش رو جا بندازه. از اون ششکو یا سسکو که اهل کشور چکه و الان توی لایپزیگ بازی میکنه، این فصل 18 تا گل زده و خلاف گیوکرش که تو اسپورتینگ بازی میکنه 43 تا گل زده که یه آمار خیلی عجیبی به نام خودش ثبت کرده، ولی این دوتا خیلی با هم فرق میکنن از نظر سبک بازیشون. از اون ور سسکو یه بازیکن ایساک مونه که آرسنال خیلی دنبالش، ولی فکر نمیکنم آرسنال ایساکو بتونه بگیره چون رقمش خیلی بالا و میتونه مثلا جاش سسکو رو بگیره. اون سیستم خونسرد و کلاسیک مهاجم کلاسیک و خونسردی که میتونه حالا بازی سازی انجام بده و یه ذره تکنیکی تر نسبت به گیوکرش و قیمت حدودی هم 50 میلیون پونده، ولی گیوکرش نزدیک 60 میلیون پونده که قیمتشون یه ذره فرق میکنه. از اینجا بگذریم اونورم یه خبرایی اومده که رودریگو قراره رئال مادرید رو ترک بکنه. اگه رودریگو بیاد بتونه آرسنال خرید بکنه که اصلا یه خرید فوق‌العاده‌ایه. من خیلی رودریگو رو دوست دارم، بازیکن خوبیه، هم میتونه مهاجم بازی کنه، هم میتونه جای مارتینلی بازی کنه، همه جا چپ و راست وسط میتونه بازی کنه که مثلا حالا فعلا در نظرش نمیگیریم و این دوتا رو فعلا راجعشون صحبت میکنیم. سبک بازی گیوکرش رو میخوایم صحبت کنیم. گیوکرش مثلا سبک بازی قوی، سرعتی، فیزیکی، اینه مثلا دیوگو کاستا توی چلسی میمونه یا این سولوس توی اتلتیکو مادرید، این استایل‌های همدیگه دارن و از اون ور مثلا سسکو قد بلند داره، فرصت طلبه و همچنین به خاطر سن پایینی که داره 20 ساله داره آینده درخشانی داره. حالا یه جدول من براتون آمار این دوتا رو واسهتون بخونم که خیلی جالبه، حالا عکسش رو واسهتون میذارم ببین. آماری که ویکتور گیوکرش داره توی این کریر چند سال خودش، تو سال 2021 تو سوانسی همین لیگ. اما یه موضوع هم اینه که یادم بره، یعنی مثلا گیوکرش داره توی اسپورتینگ بازی میکنه. اسپورتینگ با لیگ انگلیس خیلی تفاوت داره، یعنی همه گل زده و چه میدونم اینا، تو لیگ انگلیس بیاد 100% داستانش عوض میشه. حالا مثلا تو سوانسی بازی کرده و تو کامنتری تو لیگ دست پایینتر تو 2 سال اخیر 4 تا گل زده. مثلا تو کامنتری یه فصل 2022 18 تا گل زده، 2023 22 تا زده، تو اسپورتینگ فصل پیش 43 تا گل زده و این فصل 52 تا گل زده. یه آمار خیلی عجیبی و رشد کرده، رفته بالا. از اون مثلا سسکو ولی یه آمار پایداری داشته، تو آلمان بازی کرده سال 2021 21 گل زده، تو سالزبورگ سال 2022 11 تا
دوباره سال بعد 16 تا گل زده. توی لایپزیگ هم توی این 2 تا فصل اخیر سال پیش 16 تا، این فصل هم 21 گل زده که آمار خوبی داشته. اینم حالا بعد آرسنال ببینیم که کدوم انتخاب میکنه، ولی به نظر من گیوکرش گزینه مناسبیه، چون آرسنال دیگه انقدر تکنیکی کار کرده و بازیکن تکنیکی، یه بازیکن گلدور رو این حالا میخواد که توپو بگیره بزنه بشوته بره تو گل، همچین بازیکنی لازم داره. حالا از اونورم یه 2 تا ویدیو دارم واسهتون میذارم جداگونه. یه عملکرد گیوکرشه که مثلا 50 شوت 60 شوت اخیرش رو نشون میده، از اونورم سسکو رو نشون میده که نشون میده یه ذره مثلا گیوکرش شوتایی که میزنه یه ذره بیشتر در دیواره تا سسکو مثلا شوت میزنه تو چارچوب، پس ممکنه گل نشه، ولی این هم نکاتیه که باید Šeško from distance. Oh, dangerous Šeško. Šeško, who's on a hat-trick. Šeško's run here from his own half. On he goes. Šeško finding him, and he has found him. And Orban still here. Orban and Šeško dug out the shot. Šeško. Vermeeren's pass and Šeško with a chance. Here's Šeško. And Šeško, he can finish it here. Benjamin Šeško. The ball's gone and it's all opening up for him. Šeško! Triple change, but Šeško's away. What on earth has happened there? There's the cherry. Šeško! Stepping out to defend. Šeško! Simon's onto this one. Now Šeško! Good ball, really good ball. Šeško! Needs to get back quickly. Šeško going for that far. It drops for Šeško and Šeško. Can this be the second? Oh, it's cleared off the line. He's done well here. Benjamin Šeško. Šeško's through. Is this the second? Helvik come out to meet him. Play off by Malanga. And the attempt from range. Oh, it's gorgeous! Oh, it's fantastic! بدون. بعد دیگه عرضم به حضورتون که دیگه چیزی باقی نمیمونه و امیدواریم که این فصل حداقل آرسنال بتونه این یکی از این 2 تا بازیکن رو بگیره و که گیوکرش رو بگیره که بهتره. آمار بسیار جالبی داره و از نظر فیزیکی و قدرت و اینا خیلی بهتره. ممنون میشم که در آخر ویدیو لایک کنین، کامنت بذارین، اگه فکر میکنین نظراتتون رو همه واسه من کامنت بذارین راجع به ویدیو، راجع به بازیکن‌ها، بشین با هم صحبت کنیم. اگه کسی هم هست که بشین با هم صحبت کنیم، تعامل داشته باشیم که قبول میکنم. و ممنون که
سابسکرایب میکنید، حتما سابسکرایب کنید. چاکریم. فعلا